شما بیننده برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی هستید. سلام، برنامه را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. امروز 24 می است. نگاه به سرخط خبرها. جنجال حجاب و ریش در دوشنبه. ساکنان میگویند از برخی ریشداران و حجابداران عکس و عیسی انگشت میگیرند و کارمندان پلیس آنها را بازپرسی میکنند. چشم ترکیه به سوی ایران، رقیبش در منطقه. پرزیدنت نوی ایران با انقره چگونه همکاری خواهد کرد؟ چرا جوانان تاجیک افراطگرا و داعشی می شوند؟ نظر خود جوانان در دوشنبه به این تمایل. سببش در بیسوادیت هست. باید جوانان بخونن با آموزش نگونچی. وزارت مدافعه تاجیکستان خبر داد که نقشه دعوت بهاری به ارتش 100% اجرا شده است. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت گفته است که هرچند نقشه اجرا شد ولی کمیسیه های دعوت برای بررسی مراجعت شهروندان تا آخر ماه می کار میکنند. معمولا همسالت در معرکه های دعوت به ارتش برخی ساکنان از جلب مجبوری نزدیکانشان به سربازی شکایت میکنند. برخی پدر و مادران امسال شکایت کرده بودند که مقامات به آنها فشار آوردند تا فرزندان مهاجرشان را از روسیه برگردانده به ارتش بفرستند. در تاجیکستان سالهای پیش این معرکه پر از خبر ابله و یا از راه و خانه به ارتش بردن جوانان بود. و در 2 سال اخیر اسم جوانان تاجیک در چند کشور خارجی با اتهام دست داشتن در عملهای تروریستی رسانه‌ای شد. سبب‌های راه آوردن جوانان به تندگرایی را کارشناسان فقر، ناآگاهی و تعلیم نادرست دینی و دیگر مشکل‌های اجتماعی می‌دانند. ببینیم که راهگذران در دوشنبه به همکارانم علیشیر ظریفی و براد یوسفی سبب راه آوردن جوانان به تندگرایی را چی نامیدند؟ سمینار، ترینینگ و آموزش‌ها تشکیل نمایند. شهبان پروازов донишҷӯи донишгоҳи аграрии тоҷикистон иллати аслии ифротшавии ҷавонони тоҷикро дар бесаводии онҳо медонад. ба қавли ӯ дар тоҷикистон шароит барои дарёфти илмҳои диниву дунявӣ фароҳам аст, аммо бархе ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ фирефтаи тарғибгарони ифротиён шуда ба дом меафтанд. барои таълимоти динӣ низ имконият фароҳам аст, ҳама мавод дастрас аст. дар мактабҳо дар аввал синфҳои 11 таърихи дин тадрис карда мешавад. дар донишгоҳ низ фанни диншиносӣ тадрис карда мешавад. таваҷҷӯҳ намекунанд, зиёдтар ба тарзи нодурусти таълими динӣ машғул мешаванд, барои ҳамин ба ифротгароӣ бурда мерасонанд. дар тоҷикистон қонунгузорӣ таълими диниро иҷоза додааст, аммо феълан дар кишвар ягон мадрасаи динӣ фаъол нест ва дарёфти таълими динӣ дар масҷиду назди рӯҳониён ва ба масҷид рафтани то 18-солаҳо маън аст. برخی جوانان محض محدودیت در دریافت تعلیمات رسمی دینی را یکی از سبب‌های ناآگاهی دینی جوانان و افراطی شوی آنها می‌دانند. فیلیالش میشه اگر خوب میشد مثلا. فیلیال‌های همین دانشگاه اسلامی البته منطقه میشه خوب میشد. مثلا برای که مردم را سوای نکردند سرشون توب نتیم. برخی جوانان دیگر سبب‌های مختلفی گرایش همسالانشان به گروه‌های افراطی و تندگرا را نام میبرند. هر گونه فریب‌ها که در شبکه اجتماعی است فریب میدهند. هر گونه پول و مال وعده میدهند که با همین جوانها با هر حزب و نزهت‌ها یا با هر گروه افراطگرایی میپیوندند. سببش در بیسوادیت هست. باید جوانان بخونن با آموزش نگونچی. کارشناسان امور دین بر اینند که بیسوادی یگانه عامل نیست که جوانان به گروه‌های افراطی میپیوندند. آنها از جنبه‌های اقتصادی از جمله بیکاری نام میبرند و راه‌های جلوگیری از این روند خطرزا را پیشنهاد میکنند. مفهوم معلم رو زیادتر، نه مکتب رو میگم، معلم باید که در جای دهات، در شهر، در محله جای اول باشد. مردم با یک مشکلی اگر روبرو شوند باید که نه به نزد ملا، به نزد معلم روند. این چیز مهم است با فکر من. این کارشناس تاکید میکند که مسئله مبارزه با افراطی شوی جوانان به تحلیل نیاز دارد و با نظرداشت تحلیل ها در این سمت باید شیوه مبارزه با این روند تغییر داده شود. این در حالی است که مقامات تاجیک با تهیه و قبول استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2021-2025 میخواهند از افراطی شوی ساکنان پیشگیری کنند. در چارچوب این برنامه معرکه‌های ترغیباتی و آگاهساز و دیگر چاره‌بینی‌ها را راه‌اندازی می‌کنند. امروز در تمام شهر و ناحیه‌ها و در ولایت‌های جمهوری تاجیکستان
بواسطه گروه های کاری سفربر کرده شدند و امروز گروه های کاری ما هم اکنون در شهر و ناحیه قرار دارند و اگر در گذشته فقط در شهر و ناحیه در مرکزهایی که در جماعت ها صورت میگرفت الکی این گونه ملاقات ها و واقعی و کارهای فهماندهی خانه به خانه و محل به محل صورت میگیرد. رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 تاجیکستانی در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 نفر شهروندان کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در گفتگو قرار دارند. صحبت بعدی هم درباره مسئله است که حکومت آن را بخشی از تلاش‌ها برای محو افراطگرایی اسلامی می‌نامد. برخی از ساکنان در دوشنبه بر رادیو آزادی شکایت کردند که آنها را برای ریش و حجابشان بازپرسی کردند. در نوارهایی که ما گرفتیم و در شبکه‌های اجتماعی هم هست دیده می‌شود که مقامات زنان را مجبور می‌کنند روی مال‌هایشان را به شکل تاجیکی بسر کنند. همکارم میرزانبی خالقزاد که به شکایت ساکنان گوش داده است در استودیو با ماست. میرزانبی، ساکنان از کدام شهر و منطقه ها بیشتر شکایت کردند؟ سلام بینندگان ارجمند. بله مؤمن، بیشتر از دوشنبه از پایتخت به ما شکایت ها میرسند که زنان میگویند آنها را مجبور میکنند حجابشون را بگیرند و به جوانان امر میدهند که ریششون را تراشند. مثلا روز 22 می در نزدیک بیمارخانه قره‌بالای دوشنبه چند مسئول کمیته کار با زنان ناحیه سینا و ماموران پلیس زنان سطرپوش و مردان ریشدار را به ماشین مسافرکش سوار کرده به اداره پلیس بردند. در نواری که کاربران به ما فرستادند دیده می شود که زنان سطرپوش را با زور به مسافرکش سوار می کنند. یکی از این زنها به رادیو آزادی نقل کرد که در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا ازی انگشت و عکس آنها را گرفته و با وعده اینکه دیگر لباس بیگانه به بر نمی کنند رها کردند. یک جوان دیگر نقل کرد که روز 23 می او و 12 جوان ریشتر را به شعبه کارهای داخلی شامنصور بردند. به دستشان اسباب ریش تراشی داده گفتند که ریششون را خودشون تراشند و اون افزود که از آنها زبان خط گرفتند که دیگر ریش نمیگذارند و هشدار دادند که اگر تکرارا با ریش بازداشت شوند حبس میشوند. میرزانبی، مقامات تا حال درباره این بازداشت‌ها شرح دادند و این تا کجا به طرح قانون ربط دارد که هنوز تصدیق نشده است؟ ببینید، سخنگوی وزارت کارهای داخلی به زنگای ما پاسخ نداد تا در این باره پرسیمش. یک منبع از حکومت این ناحیه دوشنبه تصدیق کرد که کمیسی‌های های ویژه برای کارهای ترغیبات و آگاه کردن مردم در حکومت ها تأسیس یافته است. وی گفت مقامات نه به همه ریشدار و سطرداران کار دارند. به قبل وی بیشتر ریش‌های بی‌مویلب که خاص سلفی ها هستند و سطرهای سیاه مورد توجه هستند، چون این را مقامات علامت پیروی از گروه رویه های ممنوع می‌دانند. و گفته او اگر مرد ریش و مویلب کوتاه دارد و زنی که روی مال را به شیوه تاجیکی بدون پوشانیدن نصف چهره‌اش داشته رنگ لباس‌های سیاه نیست، کسی با او کار ندارد. چنین رید و سنجش در خیابان‌ها پس از بررسی طرح تغییر به قانون تنظیم رسم و آیین‌ها جدی‌تر شده است. در قانون برای پوشیدن و فروختن سر و لباس و فرهنگ ملی بیگانه جریمه پیش بینی شده است و همین است مسئله اساسی. سپاس. همکارم میرزانبی خالقزاد بود که درباره فشار بر ریشداران و حجابداران در دوشنبه صحبت می‌کرد. برنامه را با خبری از اوکراین ادامه می‌دهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین موضع‌گیری کشورهای آسیای مرکزی در برابر تجاوز روسیه به خاک کشورش را تنقید کرد. او که روز 24 می در شهر خارکوف با گروهی از خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی صحبت می‌کرد، با سؤال همکاری ما از بخش قرقیزی درباره این موضع‌گیری تاجیکستان و قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان بعد جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال 2022 چنین گفت: У лидеров ваших не совсем баланс. Вот я считаю, что они все-таки больше в русскую сторону из-за страха перед Кремлем. به فکرم در موضع‌گیری رهبران شما توازن نیست. آنها از ترس کرمل بیشتر به جانب روسیه میل دارند. میفهمانم چرا. برای شما مثال میارم. امیدوارم این فکری من است، زیرا من کسی را تنقید نمی کنم. ما انتخاب خود را کردیم، ما مبارزه میبریم و من تنها درد دلم را میگویم. برای شما مثال،
ما سمیت صلح را برپا میکنیم. ما قدم‌های اولی خود را میبرداریم. این قدم‌های کودکانه است که استوار نیستند، ولی مهم است که آن را دستگیری کنند. این قدم‌های درست است. قدم به پیش، قدم به سمت صلح. این قدم به سمت جنگ نیست. مثال میارم، ما مستقلانه و آزادانه تمام رهبران را که تا این وقت سر یک میز نبودند به مذاکره دعوت کردیم. بعضی‌ها منفعت‌های خود را دارند، بعضی‌ها به تحریم همراه شدند، دیگران نه. ما همه رهبران و از جمله رهبران کشورهای آسیای مرکزی را دعوت کردیم. ما می‌خواهیم همه را در این سمیت ببینیم. چی بدی دارد؟ حضور نداشتن پوتین مسئله بزرگ نیست. یک فکر کنید، آیا از همین سبب پوتین سوار تانک‌ها شده به خاک یکی از کشورهای آسیای مرکزی تجاوز می‌کند؟ نه. پس بگوید رهبرانی که به این مجلس همراه نمیشوند از چی میترسند؟ میترسند که چیزی را گم میکنند؟ میترسند که روابطشان با کرمل امروزه بد میشود؟ این حال به ختم جنگ کمک نمی کند. خدا نشان ندهد، ولی یک بار تصور کنید که شما در حال ما هستید. چگونه کشور مردم شما به کشورهای نگاه میکرد که شما را دستگیری نمی کنند و یا دستگیری میکنند ولی همراه نمی شوند. تحریم ها را حکومت جاری میکند. ولی سمیت صلح این صلح و مکالمه است. تصور کنید که شما در جنگ با هر گونه تجاوزگر در تنهایی هستید. و فکر من این ضعف است. ما میخواهیم که رهبران کشورهای آسیای مرکزی در سمیت صلح حضور داشته باشند و آن را دستگیری کنند. بیننده گرامی، صحبت کامل ولادیمیر زلنسکی با خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی به زودی در وبسایت azadi.org و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. و در ترکیه حالا چشم‌های زیادی به سوی ایران دوخته شده است که به جای پرزیدنت سابق ابراهیم رئیسی کی می آید. رئیس جمهور ایران و چند همراه دیگرش از جمله وزیر امور خارجه روز 19 می در نتیجه سقوط هواپیما چرخبال جان باختند. رابطه‌های دو کشور که رقیب نیز هستند در یک مرحله مهمی قرار دارد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. در گذشت ابراهیم رئیسی در زمان صورت گرفت که رابطه‌های ترکیه و ایران در مرحله حساس قرار دارند. اگرچه دو طرف رقابت افزاینده‌ای دارند، ولی در پیدا کردن چرخبال سقوط کرده پهپاد نظامی ترکیه کمک کرد. دو طرف همچنان رقابت سیاسی و اقتصادی دارند، ولی اگر بیانیه‌های رئیس جمهوری ترکیه را ببینیم بسیار احتیاط می‌کند تا از نظر استراتژی حداقل گپ منفی نگوید. ترکیه روز ماتم ملی اعلان کرد، هیچ کشور عربی این کار را نکرده است. هرچند ترکیه برای مرگ ابراهیم رئیسی یک روزی عزا اعلان کرد، اما این واقعیت را پنهان داشتن نمیتواند که دو طرف برای نفوذ در چند منطقه رقابتی افزاینده دارند. برای امنیت ملی ترکیه آینده قفقاز جنوبی، عراق و سوریه بسیار مهم است و در این جایها ترکیه با مخالفت ایران به منافع خود روبرو است. ترکیه حالا برای یک عملیات عظیم به ضد پایگاه‌های جدایی طلبان کرد در عراق و سوریه آماده می شود که به ضد حکومت آن کشور می جنگند. در گذشته ترکیه ایران را برای عدم دستگیری از این تلاش‌هایش به تکرار تنقید کرده است. با مرگ رئیسی در ایران انتخابات نوی ریاست جمهوری صورت می گیرد. اکنون به قول تحلیلگران برای ترکیه فرصت جهت پیشبرد هدفهایش رسیده است و به خصوص با نظر داشت مخالفت‌های داخلی در ایران. We have of course a fight now for power. البته مبارزه برای قدرت ادامه می کند. اینجا نظامیان با روحانیان هستند. دو طرف با هم شریکند، ولی عین زمان هر دو نهاد ضد یکدیگر مبارزه می برند. But these two institutions also fighting among each other. اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. اگر شما شاهد حادثه هستید و میخواهید آن در برنامه ما پخش شود و دیگران آگاه باشند، بر رقم‌های واتساپ و تلگرام ما تماس گیرید که در سامانه ما azadi.org درج شدند. از طریق صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام خبرهای ما را بخوانید و ما را همراه باشید. خدا نگهدار شما.